در بسیاری از شهرها و قریه‌ها افراد زیاد ضایعات و وسایل دورریختنی را از خانه‌ها، دکان‌ها، کارگاه‌ها و کنار جاده‌ها جمع آوری می‌کنند. در فاریاب نیز این شغل به گونه چشمگیری میان افراد و اشخاص گسترش یافته است. ضایعات شامل مواد مختلفی مانند آهن، فلزات، پلاستیک، کاغذ، کارتن و وسایل فلزی برقی فرسوده می شود. جمع آوری کنندگان این مواد را تفکیک کرده و سپس به مراکز خرید ضایعات یا کارگاه‌های بازیافت می فروشند. این مواد پس از پردازش می توانند دوباره وارد چرخه تولید شوند. از سوی دیگر خرید و فروش ضایعات برای شماری از خانواده ها یک منبع درآمد است. افرادی که این مواد را جمع آوری می کنند از طریق فروش آنها درآمد به دست می آورند و مراکز خرید ضایعات نیز با تفکیک و انتقال مواد زمینه استفاده دوباره از آنها را فراهم می کنند. با این حال نقیب الله حیدری، یک تن از کسبکاران ضایعات می گوید که افراد زیادی از جمله اطفال به جمع آوری ضایعات در محلات مختلف شهر و ولسوالی ها مصروف این کار هستند. ضایعاتان تیمرچلیگه کرده هر نسه کلاد، تیمر کلاده، علافه کلاده، شقرق کلاده، کوینکاوش کلاده، مس کلاده نشونه. بلانی چی قیمت ترین شو مسته. من تنها بر بیشل بلادش نقام شرگ شیرکم. بر تیملا که با مزاج بر اول آهن بلاد، پس تراهن بلاد. مثلا ملگر تراهن آنشون نزله بلاد. باش خلا فیلم ما چنون چاینک بو نزله پس اول استفاده بلاده. شلالگه رکشالگه تادی یا پرغون مایه بچه‌لا شالادن جامو وردی بلاده داشتن که تراده شرگه هر قیسن مشترس با بیراده شکرداغ که با بشکه و شو مواد اقوال شلا شرگه او بلاده اونن آسیا بله مزار که داده بلا بعضی سیارات که داده بعضی مزار که داده آهانم همچنان مزار که داشتن. همچنان نور محمد ازبک، یک تن از جمع آوری کنندگان ضایعات می گوید که مدت 10 سال است شغل جمع آوری زباله ها را می کند و از این طریق توانسته است مخارج خانواده خود را تأمین کند. من تقریبا وین الولادش کسب که من ریکشان با یه دوزت را بخشلق لگه و جمع بازار المار ناموسه کتابش اطراف قشلق لدن یخب کلا بس. انا وسایل بزگه قرار دیگه مربوط با وسایل. بروز کبرا تیمور آلب کسی کبرا قلاده، کمرا آلب کسی کمرا قلاده. اش روز خور چالش خلب تخته بز اول خود دو من شد کسبت که اینه. اون دوغ ماست که ایش کار بوم شکر الحمدلله با منقبین الولاده من چالش خلب تخته بته بالاخره مردم ده کشور آدم دوست کشور دای بومیده خطر یوز مشکلات با کشورهای خارجی که تو کم برادرلار بزنن خواهش بشو وز ملکی اخشه ایش لسه غرب چلی بالاخره زمان ترتمند شورگم میاسر بلاده خواهش بشو بالاخره کیت مسئله انرژی که تو کم بوسه شوردنم میاسر بلاده وشردنم با مسافرت لیدن که وز ملکی که بوسه بهتر. از سوی دیگر قدرت الله سلطانی، یک تن از آگاهان محیط زیست میگوید که جمع آوری زباله ها نه تنها از آلودگی هوا و مریضی ها جلوگیری می کند بلکه گامی مهمی در چرخه تولیدات داخلی به شمار می رود و از هدر رفتن موادهای زایی جلوگیری نموده و بازگشت دوباره آن به کارگاه های تولید کمک بزرگی به تولیدات داخلی محسوب می شود. جمع‌آوری زباله اهمیت نهایتاً کبت محیط زیست آلودگی‌دن جلوگیری قلده محیط پاک اسریده امراض گوناگون که ویروسه ده امراضهای ساره ده اولادن جلوگیری بلده بو ضایعات که تده فابریکه‌های تولیدیه که ظرف بولگن نده انواع قطله آهنهای سیخ یا گادر منن تولید بلده دوباره شو اقتصاد ملیه منچه کبالا تاثیره به ماشاءالله لولاله تولید بلده مخصوصا بر شهر کوچک مثل میمنه در ایجاد که به جای افتخار. در پایان باید گفت که جمع آوری خرید و فروش ضایعات تنها یک فعالیت اقتصادی نیست بلکه بخشی از چرخه مدیریت زباله ها و بازیافت نیز به شمار می رود. اگر این کار به شکل منظم، قانونی و با رعایت معیارهای صحی جمع آوری گردد می تواند نقش مهمی در حفاظت از آلودگی محیط زیست داشته باشد.